اگه اسم می‌کنی پوستت کدر شده، جوش میزنی یا لک داری، احتمالاً این 5 تا اشتباه رو داری انجام میدی. این چیزایی که بهت میگم اگه بدونی باعث میشه بعداً اصلاً مجبور نباشی یه عالمه با پوستت کلنجار بری، هم هزینه کنی، هم اعصابت خورد بشه و تازه اون موقع هم اگر اینایی که بهت میگم رعایت نکنی، هرگز اون نتیجه‌ای که می‌خوای نمیگیری. اشتباه اول شکر. هم خود شکر، هم اونایی که شکر بهشون اضافه شده، خوراکیایی که شیرین هستن، صنعتی‌ها. اولا شکر که به نظر من کلا سم سفیده، بایستی کمش بکنی. کلا زیر پوست پف میندازه و شادابی رو از بین میبره. اشتباه دوم خواب بد. وقتی خوب نمیخوابی بدن فرصت ترمیم پیدا نمیکنه. همین باعث میشه پوستت کدر بشه، خسته و حتی مستعد جوش بشه. شبا زودتر برو تو رخت خواب. اگه تو گوشی چرخیدن بهت خیلی حال میده که از خوابت نزنی. دلیل سوم استرس. استرس فقط یه چیز ذهنی نیست. هورمونایی ترشح میشه که مستقیم روی پوست اثر میذاره، مثل کورتیزول. نتیجهش میشه جوش، التهاب و خراب شدن بافت پوست. توی خانم‌ها تو هر سنی فرق نمیکنه. اگر این جوش‌ها روی زاویه فک زیادتره و دوره ماهیانه هم این اواخر یکم نامنظم شده، میتونید به این موضوع هورمونی بیشتر مشکوک بشید. هی بچه‌ها، تا اینجا ویدیو رو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب فراموش نشه. هر نظر یا سوالی دارین توی کامنت‌ها بپرسین، حتما جواب میدم. اشتباه چهارم سبک زندگی غلط. غذاهای ناسالم التهاب‌زا رو نخورید. ضمناً یه سری چیزا هم هست که نسبت به سن و نسبت به جایی که دارین توش زندگی میکنید برای پوست عالی هستن. تو کامنت ها بنویسید که چه سنی دارید و کجا زندگی میکنید که بدونم اونجا خشکه، مرطوبه، گرمه، سرده، که بهتون بگم چه چیزایی بخورید بهتر. اشتباه پنجم کم آبی. شما هم از اونها هستین که وقتی که تشنتون میشه باز زور یکم آب میخورید. این مستقیما باعث میشه که پوست خشک، کدر و بیحال بشه. واقعیت اینه که پوست خوب فقط با کرم درست نمیشه. شاید خیلی از این کرم‌ها فقط تجاری هستن. باید از داخل بدن درستش کنی. این ویدیوهایی هم که رو صفحه میذارم هر کدوم دوست داشتی میتونی ببینی. موفق و پیروز باشی.